فایل لو رفته از بازجویی امیر تتلو بالاخره توسط یکی از نزدیکانش منتشر شده که داخل این ویدیو قراره نسخه بدون سانسور و کامل اونو بهتون نشون بدم. بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. یا برعکس امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. ستونا عذرخواهی میکنم از این بابت که نتونستم جلو دوربین باشم، ولی خب با تلاش های فراوان و داستان های زیاد تونستم بالاخره اون داستانی که بهتون گفته بودم و فایل اصلی و اون داستان اصلی فایل بازجویی امیر تتلو رو گیر بیارم بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ کوتاه کردنی و هیچ چیزی. داخل این ویدیومون قراره اون وایس رو بهتون نشون بدم که تایمش حدود 5 دقیقه است و قراره با هم دیگه اون رو بشنویم و بعد یه سری مسائل جزئی راجع به آلبوم مشکی داریم، نحوه خریدش و اینا رو یه راهنماییتون بکنم که حالا اشتباه نکنید. و امروز داخل این ویدیو زیاد منو نمیبینید و بیشتر قراره با وایسی که بدون سانسور سر و کله بزنید. بچه‌ها فقط قبل اینکه حالا این کارا رو با هم دیگه اوکی کنیم و وایس رو براتون پلی بدم، یادتون نره که چنل یوتیوب ما رو داشته باشید، چنل تلمون هم حتما جوین بشید، چون ما اینجا خبرها رو به صورت لحظه‌ای براتون میذاریم و داشته باشید دیگه. خلاصه و ربط و آرجی داخل کامنت هم پین میشه براتون و خیلی راحت میتونید داخل چنلمون جوین بشید. چنل یوتیوب هم که یادتون نره سابسکرایب بکنید. و اینکه اول از همه بذارید اینجوری بهتون بگم، با هم دیگه بریم یک وایس کامل 4.5 دقیقه‌ای از امیر تتلو بدون سانسور بدون حذفیات رو ببینیم و برگردیم و برسیم ادامه این ماجرا. من به خداوند همیشه ایمان داشتم و ایمانم بسیار قویه هنوز. منتها ایمانم جوری بود که میگفتم خدا منو نجات میده و نمیذاره که من بمیرم، حتی اگه 100 تا قاضی بخوان منو بکشن. امروزه نوع ایمان من تغییر کرده که به هر کی میگه تو ناامیدی، نمیدونم این خودش گناهه، نمیدونم این خودش بی‌ایمانی، در صورتی که ایمان من قوی تر شده. شاید خدا میخواد من بمیرم و رنجم کمتر شه و با مردن من یه اتفاقی تو مملکت بیفته که به نفع مردم باشه و به نفع خود حکومت باشه. چون اعتقاد به این دارم، یعنی فهمیدم که برای من یه سری در جمهوری اسلامی خودش دشمن داره. خب من همیشه حتی موقعی که در ترکیه بودم ممکنه 4 تا دختر بی‌حجاب مثلا با ما عکس میگرفتن، اما من نمازام میخوندم، سجده‌ام طولانی بود، تو خونم نمازخونه داشتم و اعتقاد دارم که کاملترین دین که از گذشته تا آینده و از گذشته که بوده تا آینده که روز قیامت، این قرآن همه چیز رو توضیح داده. اگر ما بیایم این قرآن رو تفسیرش بکنیم درست به صورت از طرف یک آدمی که میدونه استعاره چیه، میدونه ایهام چیه، خودش دو پهلو شعر مینویسه و میدونه دو پهلو صحبت کردن یعنی چی، میتونیم این اسلام رو بفهمونیم که آقا این اسلام کاملترین دینه و قرآن چه معجزه‌ایه که خیلی متوجهش نشدن. توبه کردم و برگشتم ایران و که رأفت اسلامی رو نشون بدم، دو راه مهاجرا باز شه. 3 یک شعری که نوشتم معنی پیدا کنه و چندین سال تجربه‌ای که من کسب کردم که توی یک کنسرت قیمت لیر ترکیه رو جابجا کرد، یا برای کشورم خرج کنم، درآمدزایی کنم. من اعتقاد دارم میتونم مشکل مالی، فقر و عصبانیت و قهر مردم با نظام رو درست کنم و درست میکنم، مینویسم، امضا میکنم، ایده هاشم هست. آدمی که در جمهوری اسلامی واقعا مسلمون باشه نمیتواند مرا نبخشد. توی یک نامه حضرت علی به مالک و یک صحبت پیامبر من میتونم اینو ثابت کنم. به پیامبر میگن که اگر مادری از بچه‌شو کشته باشه، توبه واقعی کرده باشه، قبول توبهش، پروردگار جوابش اینه که اگر اون فرد 70 پیامبر رو هم کشته باشه و توبه کرده باشه، توبهش قبول. این مسئله دوم، نامه حضرت علی به مالک چند تا داستان داره. یکیش اینه که میگه مردم رو ببخش
آنان که خواسته یا ناخواسته اشتباه کردن آنان را ببخش، همانطور که دوست داری خداوند تو را ببخشد. 2. مبادا مانند سگ شکاری خوردن آنان را غنیمت بشمار. این 2 اعدامه رو نکنی. 3. مردم 2 دستن، یا برادر دینی تو هن یا در آفرینش با تو یکسانن. پس اونایی که حتی کافرن و مسلمان نیستن هم مبادا این سعی چه کاری بکشی. 4. هرگز نگو به من فرمان دادند من نیز فرمان میدهم، زیرا این گونه خود بزرگبینی باعث پژمرده شدن دل و فاسد شدن دین میشه. که تمام اینا با کشتن امیر تتلو میره زیر سوال. خب دوستان، این از فایل امیر تتلو که با هم دیگه مشاهده کردیم. یعنی تنها فایلی بود که به صورت کامل من تونستم براتون بگیرم و یه چیز خلاصه بخوام بهتون بگم، نمیدونم چرا تتلو اینجوری داشت صحبت میکرد. احتمال زیاد به خاطر اون داستان اعدام و اون نگرانی هایی که به وجود اومده، انقدر تحت فشار بود تتلو و انقدر با حالا ترس و لرز و این داستان رو داشت صحبت میکرد. البته 2-3 بارم غیر مستقیم اشاره کرد که اگه منو بکشید به احتمال زیاد مردم میریزن بیرون و سرنوشت خودشون رو تغییر میدن. ولی خب این وایسی که براتون پخش کردم، چون اکثر جاها این تیکایی که گفته بود و همه رو سانسور کرده بودم و من داخل چنل تلم براتون این رو کاملشون میذارم، یعنی کاملش براتون گذاشتم یکی 2 روز پیش، ولی الان تو ویدیو یه سری داستان جدید به وایس اضافه شده بود. حالا با داستانایی که فرق داشت من براتون اوکی کردم. داخل چنلمون باشید دیگه، ما همه نوع درام داخل چنلمون داریم و این از تتلو به تمام شد رفت. اگه وایس هم که میخواید بهتون گفتم دیگه، داخل چنلمون باشید. بچه‌ها پیش فروش آلبوم دارک ساید از مشکی شروع شده و مشکی شروع کرده حالا به پیش فروش این آلبومش و بچه آلبومش رو از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن میذارم و از لینک صفحات اجتماعی خودش میتونید خریداری بکنید. آلبومش به زودی قرار منتشر بشه. مبلغ آلبوم 178,000 تومنه و پک فیزیکیش هم 486,000 تومنه حدودی و به نظرم واقعا چیز خفنی آلبومش. و بچه‌ها پست‌های جدید مشکی رو می‌بینید داخل چنلش که اشاره کرده به اینکه حالا چنل‌های رپی شروع کردن تحریم کردن دانیال مشکی و گفتن که قرار نیست پوششش بدن. یه پستی منتشر کرد و نوشت رسانه‌ها و چنل‌های رپی منو تحریم کردن و هدف پوشش ندادن منه. از اولش هم نه رسانه حمایت کننده بود ولی خدا بود و خدا هست و خدا خواهد ماند. و پست بعدیش هم که میبینید نوشته من همیشه جوری موتور سواری میکنم که اگه تصادف کردم زنده نمونم، چون حوصله بگاهی بعدشو ندارم. بچه‌ها داستان بعدیمون و موضوع آخرمون میرسیم به داستان دزدی خونه پوریا پوتک که امینه. خب کاظمی حالا منیجر پوریا پوتک اومد یه داستانی داخل چنلش بیان کرد. درود به همگی. آقا دیشب اتفاقای خیلی خوبی افتاد. خدا آقا دزدم اومد وسایلی که دزدیده بود و پس داد و ماجرا تمام شد. حالا سوال و ایلیا بیشتر توضیح میدن و این پستش که هیچی. و حالا یه پست دیگه هم داخل چنلش گذاشت و اعلام کرد که اون کسی که اینا رو دزدیده بود یک طرفدار بوده و فقط به خاطر شوخی ساده این حرکت‌ها رو زده و پخش پوریا پوتک رو حدود 2 هفته عقب انداخته. و موضوع آخرمون هم که هست بچه‌ها، خوشبختانه من حاضرم اینو تو هر ویدیو هر روز بهتون بگم. خب و این ترک بهتال دیتو و حالا سیجل و خلسه و هلیوم به 10 میلیون ویو رسید. من واقعا حاضرم، یعنی هر 100,000 تا ویو که می روش، چون یه افتخاره برامون، حاضرم تو هر ویدیو بهتون بگم. خب و دیگه همین دیگه، حواشی زیادی نداشتیم و بچه‌ها این ویدیو رو شیر کنید چون من وایسی رو واسهتون داخل گذاشتم که بدون حذفیات و بدون داستانی خاصی بود. مواظب خودتون خیلی خیلی باشید، مواظبت کنید. یادتون نره که کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید. ارتباط بیشتر هم خواستید داخل کانال تلمون عضو بشید چون ما همه خبرها رو اونجا میذاریم. دمتون گرم، دوستتون دارم زیاد. مواظب خودتون باشید. با امید دیدار.